که برای ما همیال 100% ثابت شده که اگر کسی عقیده توحید نفهمه 100% به شرک مبتلا میشه، 100% به شرک مبتلا میشه. والله به خاطر مسئولیت الهی براتون میگم، والله اگر یک ماه در یک اتاق بشینی و تسبیح 1000 دانه‌ای بگیری و یا الله بگویی یا الله بگویی و عقیده درست نداشته باشی، یک ماه یا الله بگویی لکن یک عبادت به غیر الله بگویی، قرآن میگه لئن اشرکت لیحبطن عمل. اگه با خدا کس را شریک ساختی تمام اعمال از بین میره، یک لک تسبیح از بین میره.